قصه سه دوست. سه جوان در همین زمان ما و تاجیکستان ما با هم دوستی می کردند. دوستی آنها از آوان کودکی سر شده بود. آنها با هم زیاد انس گرفته بودند. در هر یک خرسندی و شکست و ریخت یکدیگر این سه دوست در بر یکدیگر بودند. اما یگانه کمبودی که در دو دوست دیده می شد آن بود که آنها از طاعت و عبادت دور بودند. جوان سیوم باشد به همه کار وقت می یافت و طاعت و عبادت سری وقتی هم می کرد. او همه وقت به دوستان حدیث و آیه های قرآنی می آورد تا آنها نیز به طاعت و عبادت روی آورند. ولی افسوس آن دو دوست بهانه می آوردند که کار زیاد داریم، وقت نمی یابیم و غیره. آنها تنها در ماه شریف رمضان طاعت و عبادت می کردند و پس از رمضان باز از نماز دور می شدند. این بهانه های دوستان را دیده دوست سیوم نقشه کشید تا با هر راه حرکت کند دوستانش را به طاعت و عبادت جلب کند. او روز به دوستان چنین گفت: من دیروز در مغازه شیم و کستوم بهترینی دیدم، میخواهم شما هم آنها را ببینید و برای خود معقول دلتان را خوش کنید. دوستان دوان و تازان چکار کردند؟ به مغازه رفتند و در حقیقت شیم و کستوم های زیبایی را دیدند و مشاهده کردند. اما آنها پول نداشتند تا از چنین شیم و کستوم ها برای خود بخرند. برادران، گر از فردا شما مدت 40 روز نماز بخوانید، من به شما از این شیم و کستوم بهترینش را خریده تحفه می نمایم. اگر این نمازهای خود را در مسجد گذارید، علاوه به آن یک جفت پایافزار بهترین هم خریده می دهم. از همان روز سر کرده آن دو دوست حرکت می کردند سری وقت نمازها را خوانند و به مسجد روند. حتی بعضا روزهای می شد که آنها یکدیگر را از خواب بیدار می کردند تا به نماز بامداد دیر نمانند. همین طور 1 ماه گذشت. دوستان اکنون مهر به نماز وابستند و اکنون به هر یک نماز وقت می یافتند. چون این دوستان روزانه کار می کردند و با یافتن وقت خالی زود به مسجد می شتافتند تا نمازهای خود را در مسجد ادا نمایند. والدان آنها از چنین دیگر شدن فعل و رفتار پسران حیران مانده بودند. آنها سعید جان را زیاد دعای خیر می نمودند، از آن که پسرانشان را فعل و اطوار بد را پرتافتند و به طاعت و عبادت روی آوردند. دوستان اکنون آن عادتی که سعید جان داشت به خود کسب نموده بودند. آنها چون از خانه برآمدنی شوند از پدر و مادر دعا می گرفتند. سفر کردنی شوند از پدر و مادر اجازه و دعا می خواستند. به اجازه والدین به کار دست نمی زدند. اینک آن 40 روز هم فرا رسید. دوستان با هم وا خوردند و یکی دوستان به نام عصمت پیشنهاد کرد تا پیش از به مغازه رفتن به خانه آنها روند. چون والدینش آنها را دعوت کرده بود، ضیافت دوستان را انتظار بود. چون به خانه داخل گشتند، پدر عصمت یک جامه و شیم و کستوم با کرته و پایافزار آورد و از سعید جان خواهش کرد آنها را قبول نماید. سعید جان از این کار حیران ماند. پسر جان، من از شرط گذاشته تو آگاه شدم، اما نه تو بلکه این فرزندان ما باید به تو سر و لباس هدیه نمایند. تو سبب گشتی و این فرزندان ما به الله و از شیطان لعین دور شدند. جوره ها سخنان پدر عصمت را گوش می کردند و از شرم سر پایین کرده بودند و حرف نمی گفتند. آنها حق بودن سخنان پدر عصمت را دانستند و از سعید جان
بخشش پرسیده به او منتداری نمودند. الها تمام مسلمانان را چنین دوستانی که آنها را سبب به تو نزدیک شدن و از شیطان لعین دور شدن نصیب و روزی بگردان. عبرت از این قصه ما چی گرفتیم دوستانم؟ بهترین عبرت ما را این حدیث مبارک رسول اکرم دعا و درود به او باد خواهد بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند و ما امتان را نصیحت نیکی نمودند که قسم به آن ذاتی که جان من در قبض قدرت اوست حتما باید به کارهای نیک امر کنید و از بدیها جلوگری نمایید و الا نزدیک است که خدا بر همه شما عذاب بفرستد. پس در همان وقت شما حتما به درگاه الله دعا میکنید، اما او آن ساعت دعای شما را قبول نخواهد کرد. از درگاه الله متعال دعا میکنیم که پروردگار را برای تمام مردم مسلمان، خواه در داخل جمهور و خواه بیرون از جمهوری باشند، پروردگار را چنین مهر و محبت به خاطر الله، به خاطر دوستی و همدیگر پروردگار را برای ما و شما نصیب و روزی بگرداند و الله متعال این مملکت و ملت باز هم از این هم آبادتر و پیشرفتر بگرداند.